ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نابطی چراغ هدایت مهمان خانه های شماست و در صحبتی ما استاد ارجمند ما خواجه میر استاد خوش آمدید میگم. ما همراه استاد تصمیم گرفتیم این نوبت در باب اون سوال هایی که وابسته به موضوع هایی که ما در برنامه های آخر مطرح کردیم و بیننده های ارجمند چی در واقعی چی هنگامی گوییم مراجعت به تلویزیون، چی هنگامی گوییم نوشتن به آن مسنجری وایبر، آن رقمی که ما اعلان کردیم و شما پیوسته از آن در مکاتبات هستید و همیشگی ما به آن سوال ها پیگیری میکنیم و آن سوال ها رو سرجم کردیم تا از استاد به آن برای شما پاسخ گرفته باشیم. استاد عزیز، وابسته به مسئله هایی که ما دوام همین چند ماه آخر در برنامه ما مطرح کرده دادیم، البته بیننده های ما همیشه که سپاس و تشکر خود را به عنوانی برنامه مخصوصا به شما بیان می‌دارند، به خاطر آنه که واقعا حضور شما در برنامه و واضح بیان کردن آن مسئله هایی که ما وابسته به در شناخت دین مطرح میکنیم بسیار گوییم برای بیننده های ما پسند است و راجع به بعضی مسئله های هست که آنها از شما پرسان شدن و به اجازه شما من میخواستم آن سوال ها رو به شما قرائت کرده باشم. استاد عزیز، از همان برنامه‌ای که وابسته به مسئله تدوین و تکفین، یعنی آمادگی به دفن میت، یک نفر زنگ زدن گفتن که آیا دفن و جنازه نفری به دیگران قرض داده چی می شود؟ یعنی نفری وفات کرده است که به نفران دیگر قرض داده است و تنها او می داند این معاملات دنیایش را و معامله او چگونه می شود. عادتا وقتی مثلا میت قبل از گوییم به خاک سپاریدن میپرسن که از فرزندگان نزدیکش میگویند که اگر کسی در معامله دنیایی داشته باشند با حجت آمده مراجعت کنند حتما شما به گردن میگیرید. یعنی خادمان دین از صاحب میت میپرسن. اما مثلا نفری که وفات کرده است و مثلا برای دیگران قرض داده است، یعنی آنها مثلا تا کجا مثلا آمده به گوییم به کی میسپارند و چگونه است اون همین مسئله؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. البته انسان مومن باید که به همه چیزهایی که در حالت زنده بودن و در حالت پس از دنیا رفتنش اینها فکر و ملاحظه یک آمادگی خود را بیند. این سوال ها البته همش از این سرچشمه میگیرد که الحمدلله مردم ما حرکت میکنند که از این چیزها بهره‌ور شوند و همه آن چیزهایی که دین مبین اسلام برای انسانیت حلش بیان کرده است از این چیزها با خبر شوند. البته پیش از دادن قرض آن تعلیماتی که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شأن یا که دادن امانت بیان کرده است، خداوند در قرآن میگوید که وقتی که شما یک کس قرض میدهید یا که امانت میدهید در نزد گواه ها یا که با حجت ان همون چیز دید. آن انسان از دنیا رفت، همون آدم هایی که گواه بودن یا که همون حجتی که نوشته شده بود صاحبان همون میت فرزند داشته باشد، رفته همون از آدمی که از این متوفا قرضدار بود از هوای پرسجو کنن که تو از پدر ما قرضدار بودی. یعنی اونها حق دارن؟ حق دارن البته، لیکن در کدام اساس؟ مادامی که ان همون قوانون شریعت هم حجت هم گواه باشد. ببینید که خداوند در قرآن برای بندگانش چقدر مهربان است که میگوید که دو تا گواه، یک تا گواه باشد از خاطرش فراموش میشود. دو تا گواه در نزد دو گواه عادل. با گواه ها هم خداوند در قرآن صفتاشون بیان میکنه که شخص های دروغگو نباشند، شخص های مؤمن باشند، شخص های راستگو باشند، شخص های تهمت کننده نباشند. گفته خدا در قرآن بیانشون میکنه شهود العدول، شاهد های عادل. وقتی که انسان همین طبق گفت خداوند در این دنیا همین کاری که بجا که آورد، فرزندهای وی رفته به واسطه همون حجت، به واسطه همون گواه این چیز طلب میکنند. اگر این چیزها نباشد فرزندهای وی حق طلب کردن ندارد. در همین وقت همون میبینیم وقتی که در همین دنیا در محکم ها اگر همین چیزها نباشد، اگر قرضدار
قرض پدرش از دیگرها طلب کردن نمیتواند. قانون یگان چیز نیست. برای خاطر این دین مبین اسلام این چیزها را قانونی کرده است. اگر همین چیزها باشد، اگر این چیزها را باید طلب، اما این چیزها نبود. لیکن آدمی که قرض میگیرد عمدن قصدن قرض همون شخصی ففتیده را آورده به میراثگزارش نمیسپارد و این قرض در محشرگاه ادا کرده می شود. چطور ادا کرده می شود؟ در محشرگاه مثلا در این دنیا باید پول گرفتگی باشد، اگر پول نیست گردانده تیه، و یکم مال گرفتگی باشد مال نیست گردانده تیه. یعنی برگردانیدن قرض و امانت های معاملاتی دنیایی را پیغمبر خدا در یک حدیثشون بیان میکنند. در آن وقت وی گرانتر می شود، قیمتتر می شود، چون که پیغمبر خدا میگن که آن امانت هایی که در این دنیا 1 دینار نرخ دارند، پیش از 1000 دینار شدنشون در همین دنیا وی ها را حق گزاری کنید. همون آدمان زنده که زنده هستند، از یک کس قرضدار هستند، آدمی که از وی قرض گرفتن سوال شما دادگی وی گذشتگی باشد، وی ها فراموش نکنند که این همین کتی گذشت. نه، در همین دنیا سبکی کتی آورده همون قرض ادا کنند، از طبق همون معاملاتی کرده شده. البیعان بالخیار ان لم یتفرقا، در کدام شرطی که البته به هم دیگر اتفاق کردگی بودن، در کدام مهلتی که اتفاق کردگی بودن. اگر مهلتش به دادن نتوانه، اومده از فرزندهای وی عذر پرسن که پدر شما از دنیا گذشت، ما از وی کس قرضدار بودیم، به جای پدر شما مهلت دید که ما تا فلان تاریخ یعنی تأخیر میگذاریم قرضه. چون خداوند در قرآن میگه که وقتی که یک کس قرض گردانیده نتواند، به وی مهلت دید. اکنون اگر در این دنیا این انسان این کار نکند، پنهان کند، فراموش نکند که وی حق در عوض 100,000 استانیده می شود. مثلا در روز قیامت همون آدمی که از این دنیا رفت قرضش نگرفته، در پیشگاه الله محاکمه می شود. میگوید که فلان شخص از من قرضدار است، فلان کس را نزد من بیاره. وقتی که میبیارن، از وی حق پروردگار را میگوید حق من از این خودت طلب کن. قاضی من خودت. پروردگار خودش با این عظمت و بزرگی در مابین وی ها قاضیگی میکرده است. وقتی که میبیند که در نامه اعمال وی ثواب ها باشد، همین ثواب های وی طبق همون قرض این دادگی این دنیا از نامه اعمال وی گرفته میشه. چون که قیمت خیلی هم قیمت گران میشه. اگر در این حالت اگر عمل های صالحی کردگی وی ثوابش نرسد، از گناه های آدمی که از وی قرض گرفته بود و قرض این نداده بود، در نامه اعمال همون شخص قرض گرفته در قرض خیانت کردگی کتابت کرده میشه. همین طرح استانیده میشه. تشکر استاد. خب یک سوالی دیگر در مورد حق یتیم آمده است. میگه حق یتیم رو خوردن ممکن نیست. اگر به خود یتیم خورانه چی؟ در کدام مورد درست است، در کدام مورد نادرست؟ بسیار سوال موارد است. حقیقتا در زمان اول اسلام همین واقعه روی داد. آیت نازل شد که ای مومن ها ولا تقربوا اموال الیتیم، مال های یتیم ها به شما نزدیکی نکنید. وقتی که همین آیت نازل شد، پیش از نزول همین آیت بعضی یتیم ها که پدر و مادرشون که از دنیا گذشتگی بودن، مال همون یتیم ها را بعضی صحابگان به مانند حضرت ابوبکر صدیق چند تا یتیم گرفته از مال خودش به چه میکردن؟ تربیه میکردن. از همون تربیه کردگی از همون مال خودشون استفاده میبردن. وقتی که این آیه نازل شد، ویها چیکار کردن؟ دیگه یتیما رو جدا کردن. بسیار هم حقیقتا احتیاطکار شدن. یک در همین حالت الله سبحانه و تعالی آیت دیگر نازل کرد. اگر گفت شما با انصافانه از مال یتیم خورانید، خودتان هم طبق همون خدمتی کردگیتان استفاده برید، برای شما باکی نیست. لیکن در دوام آیات الله چی گفت؟ اگر احتیاط کنید استعفاف کنید با برای شما بهتر است. از این معلوم میشد است که از مال یتیم برای خودش خورانیدن می شود. حتی از مال یتیم مقدار همان اگر محتاج باشد، احتیاج داشتگی باشد، از همان مال یتیم هم
انصافانه برای خودش هم استفاده برای در عوض خدمتی کردگیش. بله تشکر استاد. خب یک نفر بیننده ما میپرسند تیمم کردن در شرایطی که اگر آدم بیماری شماکشی داشته باشد جایز است؟ مثلا در ما بگوییم او مشکلی نیست، اما اگر وای نفر بگوییم بیماری داشته باشد. طبق مذهب امام ابو حنیفه که در کتاب مختصر الوقایه هست، التیمم یخلف الوضوء عند العجز عن الماء عند البرد عند المرض گفته، عند العطش عند العدو گفته. در یک چند جا تیمم خلیفه طهارت یعنی بیان میکنند، یعنی جای طهارت تیمم گرفته میتواند در یک چند جا. در کدام وقت؟ یکمش همین که آب عموما نیست، وقت نماز شد در یک جا هست آب نیست، آب نباشد اگر شما وقت نماز رسید تیمم میکنید. ترتیب تیمم: دست به خاک میزنید، یک بار دست رو میمالید، یک بار دیگر در خاک میزنید، دست تا اینجا بعد مس میکشید، آورده به 3 لیلک و به 2 لیلک خود میبرید. این چی است؟ ترتیب یعنی تیمم کردن است. یکم تیمم کردن در وقت آب نبودن. دومش همین که آب هست و در چاه آب گرفته نمیتوانید. سومش مهربانی و سیگی مذهبی ما رو بینید که آب هست لیکن در پیش ما دورتر هست، در پیش مال شما یگان کسی نیست که اگر برای آب روید مال شما رو میدوزن. چهارمش اگر برای آب روید در همون جا این در عدو دشمن هست شما رو میکشه. پنجمش در حالت کسله، اگر حقیقتا از سبب همون کسله اوج گرفتنش سبب شود، اگر آب برو زدن ورم میکند، بعضی کسا دستور شد ورم میکند، در همین حالت اجازت است که تیمم کند. از روی البته گفتی طبیبا میگوین که یکی طبیبا گوین که حقیقتا آب میزند که آب به تو زیان میکند، رود ورم میکند، زیان دارد. زیانش حقیقتا در شخصان ذوی بصارت طبیبان حاذق اگر همین چیز رو بیان کنند میتواند که تیمم کند. بله تشکر زیاد استاد. یک نفر بیننده ما خواننده مکتب است، او میپرسد یک نفر معلم همصنفمان رو بسیار سرزنش میکنند، در جواب میگویند که آن همصنف هم در جواب میگوید که مرا ایزا ندهید نزد همصنفانم که ایزای بنده مومن حرام است. آیا معلم شاگردش را سرزنش کند ایزا حساب میشود؟ بسیار یک چیز بزرگ است. برای همین ما در بعض جمعیت ها همراه های نماینده های ارگان های حفظ حقوق اشتراک میکنیم. از سبب سرزنش کردن بعضی استادها بعضی طلبه ها را همون طلبه ها با کارهای زشت دست دادگی هست، جاش هست، قصد کرده. به نزدیکی هم یکی از مکتب های جنوب کشور طالب علم صنف 9 از سبب همین خیلی سرزنش کردن استاد، سرزنش از حدود گذرانده، از حد گذرانده، همون طلبه آمده خودش آویخته است. البته سرزنش تا به این درجه نباشد. سرزنش تا به آن درجه که باشد که برای وی شاید که سرزنش دیگر وسیله ها رو یابد که وی طلبه چا کند، دلش نسبت به خواندن جلب شود، نسبت به شاید که ما قصه معلم بشریت، آداب معلم بشریت، یک انسان آمده در مسجد یعنی بول کرد و چه خیلی مؤمنه کردن، یا که در مسجد در وقت نماز خواندن همه در نماز به پیغمبر اقتدا کرد و سخن گفت، چه خیلی به وی تعلیم دادن که وی حرصش باز به همون مسجد، محبتش به پیغمبر زیاد شد. استاد هم البته برای طلب کردن علم، آموختن علم، آداب و اخلاق طلبه‌وان خود حرکت کند، اما سرزنش کردن هم حدود دارد. این شاگردش ایزانتی ادام، چون که خداوند میگوید که در تربیه کردن، در وی کردن شما هنه از حد نگذرانید. وقتی که وی اگر ازدادی دو در مابین شرم دارد و یک کار زشت در زند، به جای آزار وی باید چیزی ستایش کند، دیگر وسیله آموختن علم البته پیدا کند. بله استاد. چون که اذیت دادن خداوند خودش خودش دوست نمی‌دارد. یک کس به همین قدر بنده گناه میکند، ستار العیوب، خداوند با وی در بین بندگانش دیگر چیکار میکند؟
یعنی سرزنش اقدار ازا نمیدهد. من حتی بینید که پیغمبر خدا میگن که وقتی که یک انسان با همسرش زندگی میکنه، در وقت جدا شدن و طلاق شدن هم حرام است برای هر دیوایها که در حالت زندگی بودنش عیب همدیگه بیان میکنن، همدیگه اذیت میکنن. این چیزا باید که مخفی باشد. تشکر استاد. خب یک نفری دیگر میپرسند دستورخوان خیریه چگونه باشد؟ اصلا آن برای محتاجان است، اما در معرکه های ما کسی محتاج و گرسنه نیست. پس چگونه این مضمون را شناسیم؟ ترتیب خیر کردن خداوند در قرآن عظیم الشان بیان میکند. دستورخوان خیریه در صدقه خیر، صدقه دو خیر، صدقه فرضی میشد، صدقه نفلی میشد. این دستورخوان‌هایی که ما میکنیم البته اینها صدقه فرضیه نیستند. صدقه فرضیه خداوند در قرآن اما زکات میگوید، نذر میگوید. اما دستورخوان‌هایی که ما میکنیم اینو پیروی به سنت، پیروی به عادت است. در همه حالت، در همه صدقه البته انسان حرکت کند که همون صاحبش به مستحق است بدهد. اما صدقه فرض خداوند در قرآن عظیم الشان همون زکات بیان میکند. انما الصدقات، صدقه میگن یعنی فقرا جوهاشون و اینها را غیر همون شخصایی که خداوند بیان کرده است دیگرها دادن درست نیست. اما صدقه نافله باشد اینها را آدم‌های بای، آدم‌های ثروتمند خیش تبارا دادن هم جایز است. تشکر. خوب، یک نفر سوال میکنند آیا سوره یاسین تنها در وقت نزع حال یا خود سکرات موت خوانده می شود؟ درباره همین فضیلت های سوره های قرآن حدیث های بسیاری است. در یک حدیث، سند حدیث گرسنده که ضعیف هم که باشد، میگن که لکل شیء قلب و قلب القرآن سوره یاسین. هر یک چیز میگن دلش است. دلم شبم دل داره، نیمه شب دل قرآن سوره یاسین است. میگن که کسانی که نیمه شب خسته این سوره یاسین میخونن که سه دل جمع میشود، دل یاسین، دل قرآن، دل شب دعاشون مستجاب میشه. لیکن حدیث است که اقرأ سوره یاسین علی مفتاکم. این حدیث است، حدیث حسن است نزد امام ترمذی رحمت الله علیه. یعنی برای بیماران خود سوره یاسین خوانید. همه آیات های قرآن خوانده، اما سوره یاسین خواندن در حدیث نازل شده است. پیغمبر خدا گفته که از برای بیماران خود سوره یاسین. این به این معنی نیست که اگر در حالت و سوره یاسین خوانه و حیاتش اگر دراز باشه عذاب میکشیده باشه تیز از دنیا رو نیست. اما طبق سنت پیغمبر وقتی که قرآن خوانده البته قرآن یک سبکی میبخشه. تشکر. یک سوال راستی بسیار منم خودم چند حالت ها شاهد شدم استاد. یک بیننده ما می نویسند میگویند که گاهی در معرکه های ماتم یا فاتحه خوانی نفران کلانسال را می بینیم که آیت های کلام شریف را خطا می خوانند. با آنها فهمانیدن خطاگیشان جایز است؟ اگر گوییم چگونه گوییم؟ انسان وقتی که کلام می شود، اگر وقتی خواندن آیت تغییر در معنی نباشد گفتن ضروریت ندارد، چون که عذرش است، زبانش نمیگردد. اما ما دانیم که وقتی که قرآن میخواند تغییر در معنای قرآن میشود، البته به آگاه کنیم. آگاه کردن چی طور است؟ آگاه کردن این در پیش مردم برآمده تو خطا خوانده، این خونده نه و یا رفته بابا شود مصیفید کلام باشن، از پیشانشون بوسه کردن در کار، دستشون گرفته و مهربانی خطه، ان همین تغییر در معنا می شود. برای همین هم نشستگی آدم ها گناهگار می شود، خوب می شود که خود اصلاح کنند. اما از سبب زبان نگشتن پیغمبر خدا در حدیث شما میگن که شخصان کلان سالی که با آموختن قرآن شروع میکنن یک مراتبه نسبت جوانان ثواب زیاد میگیرن. چرا؟ چون که ویها در حالت سن سالشون، پیران سالی، زبانهای ویها اینقدر نمیگردد، اینقدر ذهنهاشون قابل قبول نیست، برای همین مشقت میکشن. از برای همون مشقت کشیدگیشون خداوند وعده کرده است برای ویها 2 ثواب میده. در این حالت اگر آن انسان دندانشون غلطیدگی باشده، سیر مثلا ساده فهم میگن، سین فهم میگن، در این حالت اگر هدفشون خواندن صاد از کرسی برآمدن است، لیکن و آدم از سبب دندان نداشتن این تلفظ میکنن باقی نداره. اما در دیگر جاها مثلا
که حرف های قرآن ترک میکنن، کلمه های قرآن عوض میشود. البته این خاص قرآن است، این کلام الهی است. این خوبه و آگاهی فهمیدن در کار که تغییر در معنای قرآن نشه. تشکر. مثلا بعضی حالت ها میشن، مثلا استغفر الله، مثلا بعضی میگن قل فو الله احد میگوین، به جای اون که مثلا قل هو الله احد گوین، یعنی قل گفته میخونن و گاهی مثلا نفرانی جوانتر مشاهده میکنید که یک بار سرشون میبادرن نگاه میکنن که مثلا این بابا یا نفری کلام سال عمق گویم این سوره رو، این آیت رو خطا حفظ کردند و گاهی همین چیز رو مثلا میگن که همین چی گفتن در کار برای آنها. یعنی بسیار خوب گفتید که واقعا نشود که سببی رنجشی خاطر آنها شود. برای همین هم خداوند در قرآن میگه که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتي. ترتیب گفتنش خداوند در قرآن بیان میکنه. میگه که شما وقتی یک چیز یک میفهمونید و یا با یک سختی و لحن شدید نه، و یا البته حکمه با یک خوبه، با یک سبب هایی که هوای آزار نیابد و همون چیزها هوای فهمونید میگه خداوند. تشکر. خب یک نفر بیننده ما میپرسند که نماز قضایی رو چگونه خوانیم؟ بین عصر و شام نماز قضایی گذاشتن درست نیست، چرا؟ طبق مذهب امام ابو حنیفه که ما البته پیشوای مذهب داریم، چطوری که گفته در یک برآمده خود که با دستور و سپارش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که 2009 1310 سالگی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جشن گرفته شد. بسیار کتاب های فقهی مذهب امام ابو حنیفه با حروف کریلی ترجمه شدند، چاپ شدند. از آن جمله درباره کتاب مختصرشان درباره همین مسئله ها، درباره نماز قضاگی از روی مذهب امام ابو حنیفه نماز قضاگی خوانده می شود، قضاهای گذشته، لیکن وقت هایی که ممنوع هست خواندنش این لا یجوز الصلاة بعد العصر الا قضاء یومه، یا که در دیگر میگن که لا یجوز الصلاة عند طلوعها و قیامها و غروبها الا عصر یومه. بعد از نماز عصر تا شام نماز قضایی گذاشته نمی شود، چون که از پیغمبر خدا نهی آمده است فقط عصر همون روزه باشد می شود. اکنون سببش حکمتش چیست؟ چون که هر یک فرمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می دهند این به حکمت نیست. چرا نماز گذاری حتی نماز عصر بعد از نماز عصر تا شام خواندنش من کرده که اصلا غیر از قضایی نماز است؟ چون در همین وقت آفتاب پرست ها آفتاب عبادت میکنند. عبادت ما باید به ویها مانند نشود. از همین لحاظ مذهب ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کدام مسئله که گفتی که هستند 1300 چند سال این جانب پیروانشون همین قدر باید که ما پیروی از مذهب نبریم. از همین فرصت استفاده برده و همون جوانانی که ترک مذهب میکنن خواهش میکنم که ترک مذهب نکنن. مذهب بابا اجداد مستحکم قبلا که همین مسئله ها واضح و روشن بیان شده است. بله، تشکر. یک نفر سوال میکنن آیا در نماز آیت الکرسی رو چون ضمن سوره خواندن جایز است؟ آیت الکرسی خودش یک آیت کو؟ البته، چون که آیت الکرسی یکی از آیات های درازترین سوره بقره حساب می شود. پیغمبر خدا میگن که بعد از ضمن سوره یا که طبق مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 3 آیت کوتاه یا یک آیت دراز خوانده می شود. سوره فاتحه می خواند یا که 3 آیت کوتاه می خواند یا که یک آیت دراز. از آن جمله آیت الکرسی یکی از آیات های دراز قرآن هستند. البته بعد از ضمن سوره فاتحه این خوانده می شود. تشکر استاد. خب یک نفر سوال کردن از همون برنامه هایی که ما بخشیده بودیم در مورد صله رحم. بازم گوییم توضیح این مسئله رو خواستن، گفتن که نفرانی قاطع الرحم رو عبادتشون قبول نیست میگویند. میخواستن شرح میدادن. بسیار چیزی بزرگ است، چون امروز مشکلات مردم ما همین است که با همین گناه کبیره بسیار دچار شده هستند. این عقوبات بسیاری دارد. یکم عقوباتش همین که چطوری که همون صاحبی سوال دهنده بسیار سوال پرمضمون دادن تا از همدیگر گذر نکنن عبادتاشون قبول نمیشه. یعنی ناگپی نباشن. ناگپی باشن عبادتشون قبول نمیشه. تا با مادامی که از همدیگر آمده عذر بخشش نپرسن اگر عبادتاشون نیست نمیشه. و نه، خداوند میگوید که وقتی که درهای آسمان میبرآمدن خداوند میگفت است که در آسمان پوشیده شو، معلق می ایستاده است تا که از همدیگر یعنی عذر نپرسن، گزارش نکنن.
از همین لحاظ از همین فرصت استفاده برده میدونم که انسان ها عبادت میکنن، الحمدلله به قدر توانه خیر میکنیم، صدقات میکنیم، ذکر میگوییم، تسبیح میگوییم، لیکن اون سبب هایی که برای منع قبول عبادت میشود یکتاش همین است، ترک سیلی رحم است. از همین چیز البته خودداری کنن تا به مدامی که از همدیگر بخشش و عذر نپرسن عبادتشون موقت کنن. خدا نخواهد از اون یکتاشون که روند اما عبادتشون نیست میشه، قبول میشه. تشکر زیاد استاد. تشکر برای شرح آن مسئله هایی که ما در صحبت امروزه، آن مسئله هایی که از جانب بیننده های ما اینجا بیان شد و آن رقمی که شما در کنج اکران های تلویزیون های خود میبینید، این رقم به مسنجر وایبر پیوست است و شما میتوانید به این برنامه تنها طریق وایبر سوالتان را نوشته یا پیشنهادتان را نوشته فرستاده میتوانید. به این رقم زنگ زده نمیتوانید و SMS نیز فرستاده نمیتوانید. این رقم تنها به مسنجر وایبر پیوسته است و شما میتوانید تنها سوال یا پیشنهاد خودتان به عنوان برنامه ارسال کرده باشید و ما حتما در برنامه های من بعد وقتی سوال ها زیاد شدن حتما بازم به استاد مراجعه میکنیم تا به سوال های برنامه، به سوال های شما بیننده های ارجمند پاسخ گفته باشند. و اگر ما با تهیه این برنامه در شناخت این دینی حق و همچنین در شناخت و تربیه اخلاقی و معنوی جامعه خدمتی را کرده باشیم، فکر میکنم ما خود را سرفراز سامانیم. استاد عزیز برای اشتراکتان شما تشکر میگویم که وقت قیمت خود را در یکم داشته آمدید و به سوالهای برنامه پاسخ گفتید. اینجا فرصتی برنامه چراغ هدایت به پایان میرسد. تا برنامه‌های نوبتی خانه آباد و سربلند و کامیاب باشید.